سلام هستم. سلام داداش. ما از میشل همین ساندویچای 4 نون بخورا. 4 نون ساندویچ 4 نون. باشه برای چای میشل یک ساندویچ 4 نون هم هستن. تو 5 نون بزن. 5 نون. ببینم پوزه کونه بچه احمد برگنم. جان ببینم چیکار منی. خب داش غلامرضا 5 تا نون رو واسش گذاشتیم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا نون. در ادامه میبینید دوستان 5 تا نون برای دایی غلامرضا به چای میشه قلعه ساختمون از تیمور کال زرتوش همه به چای پرچم شابالای الان به چای میشه اومدن ساندویچ 5 نون هم هستن رو بخورن الان. خب بچه های این ساندویچ 5 نون داش غلامرضا پلاستیک ساندویچ جا نمیشد مجبور شدم پلاستیک دسته‌دار 5 کیلویی جانم برای دایی غلامرضا بچه های مشهد قلعه ساختمون از تیمور پرچم شابالای دایی غلامرضا بگیر جان. دایی غلامرضا اینم ساندویچ 5 نون پوزه پسرم من ازت خدا شاهده پوزه جانم